دوستان سلام، در این ویدیو به این آموزش میپردازیم که چطوری با چند تا عکس و چند ابزار ساده فتوشاپ یه تصویر مناسب بک‌گراند و یا حتی قاب عکس درست کنیم. خب در اولین مرحله‌مون باید یه لایه خالی ایجاد کنیم. ابعاد این لایه رو نسبت به عکس‌ها و کار دلخواه خودتون تنظیم کنین. ولی خب من در اینجا از 9:16 استفاده میکنم. سپس باید عکساتون رو به این لایه بیارین و جایگاهشون رو تنظیم کنین. من واسه این که زمان ویدیومون زیاد نشه از قبل این کار رو انجام دادم و فقط لایه ها رو اکتیو میکنم. زمانی که کارهای عکسامون انجام شدن باید بیایم و اونها رو داخل یک گروه قرار بدیم. واسه این کار میتونید از دکمه های کنترل جی استفاده کنید و بعد به پنل برید و گزینه بلک اند وایت رو انتخاب کنید. در اینجا میتونید از هر کدوم از پریست ها استفاده کنین، ولی خب ما اینجا از دارکر استفاده میکنیم. بعد با استفاده از دکمه آلت بین دو لایه کلیک کنید تا به هم پیوست بشن. حالا مجددا از پنل یه لایه خام ایجاد میکنیم و یه رنگ مشکی به تمام صفحه میزنیم. و البته بعدش باید بریم و اوپاسیتی این لایه رو تا هول و هوش 50-60% کاهش بدیم. سپس نوبت به تایپ حروف میرسه. برای این کار اول باید بریم و از ابزارها گزینه ورتیکال تایپ تول رو انتخاب کنیم و بعد کلمه مورد نظرمون رو بنویسیم که من اینجا از اسم مایا استفاده میکنم. محل و تنظیمات کلممون که تموم شد باید هر حرف رو به یه لایه تبدیل کنیم. ساده ترین راه اینه که یه حرف رو نگه داریم و ازش با کنترل جی کپی بگیریم و بعد بیایم دونه دونه عکسایی که انتخاب کردیم رو جایگذاری کنیم. برای این کار عکسمون رو وارد تصویر میکنیم و ابعادش رو تنظیم میکنیم. واسه ساده تر شدن کار میتونین از کنترل تی استفاده کنین و بعد میایم لایه عکس رو در بالای حرف مورد نظرش قرار میدیم و با استفاده از دکمه آلت بین دو لایه کلیک میکنیم تا عکس داخل اون حرف قرار بگیره و این پروسه رو برای همه حروف تکرار میکنیم. حالا کارمون که تموم شد، تمام لایه‌های حروف و عکس‌ها رو داخل یک گروه قرار میدیم و از قسمت پنل و افکت‌ها یه استروک و درپ شادو برای این گروه طبق تنظیمات ویدیو ایجاد می‌کنیم. و حالا نتیجه نهایی رو میتونید ببینید. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشید.